پدرشان ثابت نام داشت. حضرت روز در کوچه های کوفه، صاحب کتاب انیس المؤمنین میگوید در همون کوچه های کوفه میگه سیر میکرد. بسیار آدم پرهیزکار بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند. بناگاه میگه در قد راه چشمش با یک سیب چسبید. نگاه کرد که در زمین یک سیب افتیده است. وی را از زمین برداشت و یک گز میگه از این سیب گرفت. بعد گزیدن سیب حضرت ثابت را، پدر ابو حنیفه را، یک لرزه، یک ترس فرا گرفت. این چی ترس بود؟ بعد این ناله گزیدگی و فروبردگی به یادش آمد. این سیب کی بود؟ و حضرت خیلی ترسیدند که صاحب این سیب کی باشد. و اگر فردای قیامت من از صاحب سیب الحال رخصت نگیرم و نپرسم، فردای قیامت بالای من دعوا کند که تو این حق مرا خوردی و باری هم از من نپرسیدی، من نزد خدای خود چی جواب می گفته باشم؟ ان ابو هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتدرون من المفلس. میخواهم توجه شما را به سوی یک حدیث پیغمبر خدا پرتایم. ابو هریره میگوید از پیغمبر خدا روایت کردند که بر ما گفت آیا میدانید که مفلس کیست؟ مفلس کسی را میگویند که از اشیای دنیا چیزی ندارد، فقیر است، بیچاره است، نادار است، ناتوان است. قالوا من لا درهم له ولا متاع. ابو هریره میگوید اصحاب گفتند که بله پیغمبر خدا، ما میدونیم مفلس کیست. مفلس کسی هست که نه پول دارد، نه مال دارد، نه خانه دارد. قال صلی الله علیه و سلم ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بالصلاة والصیام والزکات. پیغمبر خدا گفتن نیافتین اصحاب من، شما ندانستین که مفلس کیست. مفلس کسی هست که روز قیامت می آید در حالتی که در دنیا نماز می خواند، در دنیا صدقه می داد، در دنیا روزه می گرفت، در دنیا عملهای اسلامی را انجام می داد. و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. پیغمبر خدا گفت این مرد نمازخوان روز قیامت خداوند راست میکند و دیگر بندگانی که از دست این ظلم دیده بودن نزدش می آیند و به خدای خود مراجعت میکنند پروردگارا این بنده مسلمان، این بنده نمازخوان، این بنده روزگیر، این بنده که زکات میداد، 5 وقت نمازی با جماعت میخواند، در دنیا مرا دشنام داده بود. پروردگارا این بنده در دنیا مرا تهمت کرده بود. باز دیگرش می آید این بنده ای که الحال پروردگارا راست کردی، این در دنیا مالی مرا خورده بود، از من نپرسیده بود.
پروردگارا این بنده را که راست کردی این در دنیا خون فرزند مرا ریخته بود یا خود مرا کشته بود. پروردگارا این بنده را که راست کردی در دنیا مرا لط و کوب کرده بود، از بس که پولدار بود مالدار بود پدرش وظیفه که داشت دستی من نمی رسید. امروز خدایا تو دادرسی من هستی، خدایا حکم کن. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پیغمبر خدا چی میگن؟ میگویند خدای مهربان در حال از این ظالم نیکی هاشا میگیرد، آن نیکی هایی که در دنیا کرده است از نماز و از روزه و از صدقه و دیگر عمل های اسلامی میگیرد و این دعواهای این دعواگرهایی که آمده بودن هر کدام اینها را تقسیم میکند. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. پیامبر خدا گفتند وقتی که نیکی هاش پر شد، این درنده را نیکی هاش پر شد، این ظالم نیکی هاش پر شد، تمام دعواگرها زیاد هستند. خداوند خطاهای این دعواگرها را میگیرد و در سر این ظالم پرتافتن میگیرد. بعداً حکمش میبرارد. خداوند نظر میکند به نامه اعمالش که از حسنات چیزی باقی نما. ثم طرح فی النار. ملائکه های عذاب میگن این ظالم برده در دوزخ پرتاید. این مفلس میگوید. این حدیث برای چی من به شما خواندم؟ حضرت ثابت میدانستند که روز قیامت این حقی که من به اجازت صاحب او خوردم وای بالای من دعوا میکند، برای آنه که خودش را از این عذاب خلاص بگرداند، از این شرمندگی میدان قیامت خلاص بگرداند، خواست در همین دنیا از صاحب او عذر قبول کند. نظر کرد بر بالای سرش، دید که یک درخت پر از سیب است. فهمید که این درخت، این سیب از همین درخت است. صاحب باغ فریاد زد. صاحب باغ آمد، یک آدمی بیچاره احوال. او برادر عزیز گفت ما همین سیب از همین درخت شما بوده است تناول کردیم، یک گز گرفتیم، یک سیب نیم خورده در دست حضرت ثابت. از شما خواهش دارم که حقتان را ببخشید. من طاقت عذاب خدا را ندارم، زیرا خدای من در قرآن میگوید این بطش ربک لشدید. خداوند در روز قیامت وقتی که بنده را عذاب میکند بسیار سخت عذاب میکند. من طاقت او را ندارم. این باغبان گفتن که من یک مجیر هستم، من دستنگری صاحب همین باغبان هستم. این باغ از آن من نیست. صاحب این باغ خانه‌اش از این باغ تا خانه صاحب خانه یک شبانه روز راه است. حضرت ثابت گفتند میلش گفتند اگر هفته هم که باشد عذاب دنیاوی سهل است. سیب نیم خورده در دست و قدم زنان به سوی محله میگد همین رئیس باغ حرکت کردند. آمدن سراغ کردند، کافت و کاو کردند، عاقبت یافتند. نزد دروازه همین سردار باغ آمد. صاحب کتاب میگوید دستهای ثابت میلرزید، لبهاش میلرزید،
برای چی؟ اگر مبادا صاحب این سیب از خانه براید و اگر حقش را نبخشد، من نزد خدا چی جواب میگفته باشم؟ برای یک ناله سیب در را تق تق کردند. صاحب خانه برآمد. در چهره حضرت ثابت پدر امام اعظم، پدر حضرت نعمان، سیمای صالحین دیده میشد و گفتند خدمت داری؟ گفت بله. گفت خدمت دارم. خدمتم این است که ما از باغ شما یک سیب را ناپرسیده یک گز گرفتیم، یک ناله گرفتیم، برای بخشش او نزد شما آمدیم. یعنی شما چی میگویید؟ این صاحب باغ با دل خود میگه تفکر کرد که این آدم خیلی آدم خدا ترس است. از اون محل تا این محل من برای یک پاره سیب هر کس نمی آید. گفتند شرطی دارم، اگر همین شرط مرا قبول کنید من تیار هستم که حق خودم را ببخشم. حضرت ثابت میگوید چنان یک غم مرا فرا گرفت که وقتی که این صاحب باغ شرط ماند، این شرط از ضرر خالی نیست، یگان ضرری هست، یگان مشکلات بالای من میارند، لکن من به همه این طاقت دارم. گفتن چی شرط است؟ مرحمت. گفتن من یک دختری دارم که این دختری من 3 کمبودی دارد. اگر همین دختری مرا در نکاح خود درآری من راضی هستم که حق خودم را میبخشم. حضرت ثابت تفکر کردن. گفتن اون قدر کاری نی، برای یک ناله سیبی که من گزیدم بالای او دخترش را برای من نکاح کرده دهد، این هیچ گرانی نیست، هیچ مشکلاتی نیست. پدر دختر گفتن پیش از آنه که نکاح تو با دختری من صورت گیرد، اولا من چند کمبودی های دخترم را برای تو بیان میکنم. یکم کمبودی این است که دختری من چشم بینا ندارد. دویم کمبودی که دختری من دارد قدم زدن نمیتواند، پایهای وی کار نمی کنند، فلج است. و سوم عیبی که دارد گنگ است، سخن را نمیشنود. حضرت ثابت گفتی صاحب کتاب که گویا که یک کوهی وزنین در پشت او بار کرده باشد. گفتم با چنین زن زندگی، با چنین زن چگونه زندگی باشد، چگونه حیات باشد؟ نه وی مرا میبیند، نه سخنی مرا میشنود، نه خدمتی مرا بجا آورده میتواند. به هر حال گفتند از عذاب آخرت دیده عذاب دنیا سهلتر است. گفتم پروردگارا من بر این زن راضی هستم، بگذار که در نکاح من باشد، بگذار که یک مدت معین عذاب ای را میکشم، لکن نزد تو با یک افتخار و با یک سربلندی سفر میکنم، این برای من بهتر است. حضرت نکاح کردن و گفتن که ما حضرت ثابت خبر دادن که من سوداگر هستم، من ثروتمند هستم، من دولتمند هستم. حضرت بازم اینقدر دولتداری و اینقدر مالداری با تقوا بودن. نمی گفتن که ما مال داریم، ما دولت داریم. برای آنها دولتداری و مالداری هیچ اهمیت نداشت. اهمیت کلام فقط خدا ترسی داشت و بس.
حضرت گفتن ما برای تو یک خانه در اینجا آماده میکنیم، شرایطهای تو را مهیا میکنیم، رو نماز خفتنت را بخوان، مرحمت این خانه باعث تو از بحر تو. حضرت میگه رفتن نماز خواندن. بعد نماز خواندن وقتی به سوی خانه این زن می آمد که الک نکاح صورت گرفته بود، میگوید تماما پایهای حضرت ثابت کار نمی کرد، هیچ غیرتی نمی کرد که به سوی این خانه بیاید که این گونه زن وی را منتظر است. و آمد نگاه کرد، پدر دختر نزد دروازه منتظر و گفت، ثابت گفت اون خانه ای که میبینی شمع فروزان است، اون منتظر توست. حضرت اگر رفتن نزد در، همه این سزای یک و میگه با دل میگذرانید که اگر من در را تق تق کنم این عائله من آخی کر است و نمیشنود، اگر در را کشایم و السلام علیکم گویم وی مرا نمیبیند، وی نزد من هم برای تعظیم من نمیخیزد. به هر حالم که باشد ملائکه های خداوند در خانه هر مسلمان هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میگه وارد خانه شدن. به ناگاه نگاه کردن، چنان یک زن میگه در استقبال حضرت ثابت خیستند که وصف او میگه انسان عاجز می آمد. چی یک روی نورانی از آثار طهارت در چهره این زن بود، چی دستهای سفید از حساب سطر داشته این زن بود. با مجرد السلام علیکم و رحمت الله گفتن، با یک آواز خیلی نرم و نازک و علیکم السلام و رحمت الله از جانب این زن شنیده شد. حضرت ثابت میگن من در حیرت ماندم، گفتم وصف این دیگر زیل بود و یا آخی کور بود، کر بود، شل بود. و پرسان کردم ای زن آیا تو دختر همین باغبان هستی؟ گفت بله من دختر باغبان هستم. پدرت مرا این خیل گفته بود؟ گفت بله من همان زیل هستم. پدر من از روی حکمت به شما سخن گفت، من کور هستم، والله که چشم من هیچ مردی بیگانه را دیدگی نیست، از این خاطر من کور هستم و این چشمهای من به سوی حرام کرده های خدا نظر کردگی نیست و من شل هستم. شلی من معناش ای است که در تویها من رقص و بازی نکردم، با مردهای فاسق من کتف به کتف مانده و رقص نکردم. این پایهای من بجز از این خانه پدرم بیرون دیگر جا را دیدگی نیست و من کر هستم. مقصد از کری من این است که من سخنی بی معنی را بجز آیت قرآن دیگر شنیدگی نیستم. حضرت وقتی که شنیدن چنان شاد شدند، چنان خرسند شدند. البته مردی که صاحب این چنین زنی مسلمان شود دیگر خرسندی وی را حد کنار ندارد.